عشق و عاشقی جوانان فریب محض و گرداب گناهان است که جوانان را به کام خود می کشد. خصوصا دختران که تیزتر فریب می خورند و در گناهان غرق می شوند. حتی به خاطر عشق وقتی به معشوقشان نرسیدند قصد خودکشی می کنند و خود را از حیات محروم می کنند. بعضی دخترها شرم و حیا را کاملا از دست داده اند که آشکارا می گویند فلانی پرینی من است، پرینی من چنین گفت و چنان کرد. خلاصه از پرینهاشان تعریف می کنند. پناه به خداوند. پرین داشتن یعنی شوهری بینکار داشتن است. خواهران عزیز، پرین بازی های شما عاقبت های خیلی بد و ناگوار دارد. با نام عشق می توان به آسانی اسیر هر مرد فاسق شوید و آبروی خود و خاندانتان را بریزید. خواهران عزیز، خود را اسیر مردان بلهوس مگردانید. شما تا زمان قدر و ارزش دارید که عفت و پاکدامنیتان را نگاه می دارید، ولی متاسفانه با یک دو سخن شیرین و وعده های بردروغ هر کس و ناکس که با نام عشق فریبتان می دهند به آغوش یک مرد می روید که همسرتان نیست و برای شما حرام است. این را بدانید که هر چیز به آسانی به دست بیاید همین طور به آسانی از دست می رود. مردی که زنی را به آسانی به دست بیارد به یک دو سخن شیرین و وعده های بردروغ به خلوتگاه کشاند همین طور به آسانی او را ترک می کند، زیرا چون این زن برای او هیچ ارزش ندارد. همین که خواسته اش را گرفت و دختر را لکه‌دار کرد او را به مثل کاغذی تشناب می پرتاید و از پس دختری دیگری می شود. خواهران عزیز، تا زمان نکاح نشوید هرگز با مرد دست ندهید و با او تنها نشوید. پیامک بازی نکنید و نگویید که فلانی پرینی من است، ورنه اسیر او شده عاقبت شرمنده و رسوا می شوید.